قرآن خواندن علی رضی الله عنه قبل از نزول قرآن. پدر ما شیعیان در طول عمر پربرکتش یعنی 63 سال خیلی زجر کشید، خیلی اذیتش کردن، خیلی چیزهایی رو که نبایستی به سرش می آوردن که شما بهتر از من میدونید. نمیدونم چرا اینقدر اذیتش کردن، نمیدونم چرا اینقدر زجرش دادن، نمیدونم. فقط میدونم آدمایی بودن که خیلی حسود بودن. شاید این حس حسادتشون از خیلی قبلترها باعث این شد که یک روز به شهادت برسوننش، قبل از این که حتی به دنیا بیاد. ممکنه اون حس حسادت و تنفرشون نسبت به مولا و سرور ما آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام از اون زمانی شروع شد که خانم فاطمه بنت اسد که سلام خدا بر او باد 3 روز در خانه خدا بودن. شاید از اونجایی شد که هنوز کودک نوپایی بودن و در دامان پیامبر قبل از نزول قرآن کریم برای رسول خدا قرآن تلاوت می‌کرد. دامان پیامبر قبل از نزول قرآن کریم برای رسول خدا قرآن تلاوت می‌کرد. دامان پیامبر قبل از نزول قرآن کریم برای رسول خدا قرآن تلاوت می‌کرد. نخست به جناب روزخان عرض می کنیم علی که ما او را می شناسیم و خلیفه 4 مسلمانان بوده چنان که شما می پندارید مورد اذیت قرار نگرفته است و از شیعیان اقجو خواهشمندیم زندگی نامه خلیفه 4 علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را از منابع معتبر اهل سنت مطالعه کنند تا این رادمرد اسلام را به خوبی بشناسند و فریب جاهلان را در مورد وی نخورند. بینندگان گرامی، ادعای وقوع تولد علی رضی الله عنه در کعبه نیز نادرست است با توجه به اینکه روایات وارده در این باره صحت ندارد و با اصول عقلی و شرعی سازگار نیست. از این رو پذیرش چنین موضوعی غیر قابل قبول و محال است و قضاوت درباره این که علی رضی الله عنه قرآن را قبل از نزول آن برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تلاوت می‌کردند به بینندگان گرامی واگذار می‌کنیم. شما خود بیندیشید. انما یفتری الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الكاذبون. تنها کسانی دروغ می‌بافند که به آیات الله ایمان نمی آورند و به راستی اینها دروغ گویند.